اگر الله نیازمند نیست، چرا کارهای هدفمند انجام می دهد و می خواهد نتیجه آنها را ببیند؟ کسی که بی نیاز است، می تواند بدون واسطه بخواهد و خواستش محقق شود. اما وقتی الله وسیله‌ای را برای اهداف خود قرار می دهد، این سوال پیش می آید: آیا واقعاً بی نیاز است یا نیازمند؟ در چندین آیه، الله به بی‌نیازی خود اشاره کرده است. سوره بقره آیه 263، سوره آل عمران آیه 97، سوره انعام آیه 133، سوره یونس آیه 68، سوره ابراهیم آیه 8، سوره حج آیه 64، سوره نساء آیه 131. در این آیات الله به صراحت اعلام کرده که بی‌نیاز است. برای روشن‌تر شدن موضوع به یک مثال توجه کنید. آیه 105 سوره نساء میگوید: یقیناً این کتاب را برحق بر تو نازل کردیم تا به آنچه الله به تو آموخته در میان مردم داوری کنی و مدافع خائنان نباشی. الله کتاب را نازل می کند و محمد را منصوب می کند تا بر اساس آن داوری کند. این نشان می دهد که عمل خداوند هدفمند است و اگر بی نیاز بود، نیازی به نازل کردن کتاب یا نسب پیامبر نبود. مثال دیگری از سوره قمر آیه 17: و یقیناً ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم، پس آیا کسی هست که متذکر شود؟ الله قرآن را آسان می کند تا مخاطبانش راحت‌تر مفاهیم را درک کنند. اگر بی نیاز بود، می توانست مستقیما در ذهن انسانها کاری کند تا حقیقت را بفهمند و نیازی به کتاب یا راهنما نبود. در نتیجه ما می توانیم بگوییم که الله نیازمند است. چرا نیازمند است؟ چون که کتابی را می‌فرستد و انسانی را بر آن می‌گمارد تا بقیه انسانها را هدایت کند توسط این کتاب. الله اگر بی‌نیاز بود، اول مخلوقش را به زمین نمی‌فرستاد که نیازمند به هدایت باشند. پس خلقت خودش نقص دارد. اگر الله بی‌نیاز می‌بود، کتابی را نمی‌فرستاد که آن را آسان کند تا مخاطبینش راحت آن را بفهمند. با یک بشکن می توانست خیلی راحت در عمق ذهن انسانها بنشاند که من الله هستم و کار درست این است. اگر الله بی نیاز بود، برخی بندگانش را تحریک نمی کرد که آن برخی دیگر را به قتل برسانند. چرا؟ چون که دین ناب محمدی را قبول نمی کنند. پس الله نیازمند است. همیشه نیازمندی‌هایش را به ما ثبت می‌دهد، گویی که ما نیازمند او هستیم. همین که از ما می‌خواهد عبادت بکنیم و اگر عبادت نکنیم ما را به جهنم تهدید می‌کند، پس الله نیازمند عبادت ماست. وگرنه چه لزومی دارد که ما عبادت کنیم و یاد او را زنده نگه داریم؟ پس الله نیازمند است که می‌خواهد ما یادش باشیم. نیاز دارد که ما همیشه در ذهنمان الله را داشته باشیم. وگرنه چرا ما را وادار بسازد که عبادتش کنیم، تملقش را بگوییم و اگر هم باورش نداشته باشیم و قبولش نکنیم، ما را تهدید به جهنم و عذابهای وحشتناک می کند. در آرزوی کمی تفکر